روزی تمام پرندگان جهان گرد هم آمدند تا چاره‌ای برای بی‌پادشاهی سرزمینشان بیندیشند. همه می‌گفتند هیچ سرزمینی بدون شهریار نمی‌ماند. پس چرا قلمرو مرغان پادشاهی نداشته باشد؟ در این هنگام هدهد، پرنده‌ای خردمند با کاکلی چون تاج پا پیش گذاشت. او حکایت سیمرغ شاه افسانه‌ای پرندگان را بازگو کرد و گفت سیمرغ در قله کوه قاف منزل دارد و سالهاست که از نظرها پنهان است. هدهد از شوق وصال سیمرغ گفت و دیگر مرغان را به سفری پرمخاطره دعوت کرد تا پادشاه حقیقی خود را بیابند و بارگاه او را در کوه قاف بجویند. اما هر پرنده بهانه‌ای داشت و دلبستگی در دل که او را از این سفر می‌ترساند. بلبل عاشق گل سرخ نالید که نمی‌تواند دل از یار دیرین خود برکند. طوطی سودای جاودانگی می‌گفت ترس از مرگ او را وامی دارد به جای سفر به دنبال آب حیات بگردد. طاووس شیفته زیبایی خود و حسرت به دل بهشت گم شده تن به ترک آسایش دنیاییش نمی‌داد. اردک به برکه زلال خود دل بسته بود و پاکی آب را برای رستگاری کافی می‌دانست. کبک مفتون سنگ‌های درخشان و گنج‌های زمین بود و ثروت دنیا زنجیر پایش شده بود. شاهین مغرور می‌گفت نزد شاه زمین جایگاهی دارد و نیاز به پادشاهی دیگر نمی‌بیند. مرغ ماهیخوار حواسی غمزده سر در لاک خیش داشت و بیرون از مرداب خود رویایی نمی‌دید. گنجشک کوچکی هم با ترس گفت جثه ضعیفش یارای این راه دراز را ندارد. هر کدام نقصی انسانی را در دل خود نمایش می‌دادند. یکی اسیر عشق زودگذر، یکی در بند ثروت یا مقام، آن دیگری گرفتار غرور یا ترس. هدهد با مهربانی گفت ای دوستان، این ترس‌ها و دلبستگی‌ها هر یک سدی در راه حقیقتند. اگر طالب سیمرغید باید از بند خود رها شوید. چون گام در این راه بگذارید من راهنمای شما خواهم بود. دل به دریا بزنید که منزل مقصود ارزش رهایی از این دام‌ها را دارد. سخنان صادقانه هدهد دل‌های مردد را تکان داد. شوری در میان مرغان افتاد و بیشترشان آماده سفر شدند. گروه بزرگی از پرندگان به راه افتادند و سفر عرفانی خود را آغاز کردند. گفتند که راه سیمرغ از 7 وادی می‌گذرد. 7 مرحله دشوار که هر یک آزمونی بزرگ برای روح و ایمان سالک بود. اولین وادی طلب، جستجوی حقیقت بود. در اینجا هر پرنده باید هرچه وابستگی و باور نادرست داشت رها می‌کرد تا سبکبال راهی شود. برخی پرندگان هنوز دلبسته دنیا بودند و نتوانستند از خواسته‌های خویش بگذرند. پس همانجا باز ماندند یا بازگشتند. اما آنان که دل از غیر حق بریدند، سرافراز و سبکبار وارد وادی دوم شدند. در وادی عشق آتش شوری در جانها افتاد که عقل و حسابگری را خاکستر کرد. دلهای عاشقان در تب و تاب محبت می‌سوخت. برخی تاب این سوز را نداشتند و از پا افتادند یا از راه باز ماندند. اما عاشقان واقعی هرچند بال و پرشان در آتش عشق سوخته بود، دلهایشان پرفروغ‌تر از پیش بود و بی‌پروا پیش رفتند تا به وادی سوم برسند. وادی سوم وادی معرفت بود، سرزمین شناخت رازهای هستی. در این مرحله حجاب‌های دنیا کنار رفت و حقایقی ازلی رخ نمود. دانشی که نه از کتاب و درس بلکه از فروغ الهی در دل حاصل می‌شد، وجود پرندگان را دگرگون کرد. بعضی تاب تحمل این معرفت ناگهانی را نداشتند و سرگردان یا مغرور شدند و از ادامه راه باز ماندند. اما آنان که دل سپرده حکمت بودند با بینشی تازه به راه خود ادامه دادند.
وادی چهارم وادی استغنا یا بی‌نیازی بود. سالکان میبایست از هر دو جهان دل می‌بریدند و به هیچ تعلق دل نمی‌بستند. نه به متاع دنیا، نه حتی به پاداش عقبی. هر که از هر چه غیر دوست بود آزاد شد. سبکبال و آسوده گام برداشت. آنان که هنوز دلبسته داشته‌های خویش بودند دیگر نتوانستند پیش بیایند. گروه کوچک باقی مانده اما سربلند به وادی پنجم پای نهادند. پنجمین منزل وادی توحید یا یگانگی بود. پرده از وحدت وجود کنار رفت و پرندگان دیدند که همه عالم یک حقیقت بیش نیست. تفاوت‌های ظاهری محو شد و جز جمال یار در همه چیز ندیدند. مرز میان خود و دیگری فرو ریخت و پرندگان احساس کردند در یکدیگر و در محبوب گم شدند. مرز میان خود و دیگری فرو ریخت و پرندگان احساس کردند در یکدیگر و در محبوب گم شدند. اندک پرندگان باقی مانده سرمست از این شهود قدم در وادی ششم گذاشتند. وادی ششم وادی حیرت بود. شکوه بیپایان حقیقت عقل را مدهوش و دلها را سرگردان کرد. پرندگان باقی مانده مات و مبهوت بودند. گاه نمیدانستند خود که اند یا چه میجویند. بسیاری حتی خود را فراموش کردند و در بحتی شیرین فرو رفتند. تعدادی تاب این سرگشتگی را نیاوردند و فرو افتادند. چند پرنده امیدوار دست در دست هدهد به سوی آخرین منزل پرواز کردند. هفتمین وادی وادی فقر و فنا بود. جایی که سالک باید از خویش کاملا فانی شود تا به بقا برسد. پرندگان باید هستی خویش را چون شمعی در نور حق ذوب می‌کردند. این سخت‌ترین آزمایش بود و بسیاری در همین مرحله ناپدید شدند. سرانجام تنها 30 پرنده عاشق و دلباخته توانستند از این وادی بگذرند و به مقصد برسند. 30 پرنده باقی مانده خسته اما امیدوار به قله قاف آشیانه سیمرغ رسیدند. با شوق و اضطراب به جستجوی سیمرغ پرداختند، اما او را ندیدند. تنها تالاری خالی و یک آینه بزرگ در آنجا بود. هنگامی که در آینه نگریستند، تصویر 30 پرنده را کنار هم دیدند. ابتدا پنداشتند که تلاششان بی‌ثمر بوده است، ولی کم کم دریافتند که سیمرغ در حقیقت همان سیمرغ است. سیمرغی بیرون از وجود خودشان وجود ندارد و آنچه می‌جستند بازتاب خودشان بود. در این دم مرغان فهمیدند که آنچه می‌طلبیدند از آغاز در وجود خودشان نهفته بوده است. تمام مشقت‌های راه برای کنار زدن حجاب‌هایی بود که میان آنان و حقیقت وجودشان فاصله انداخته بود. اکنون که سیمرغ را در خود می‌یافتند، قلب‌هایشان لبریز از نور وحدت و عشق شد. دیگر نه منی ماند و نه تویی. همه در یگانگی محبوب فنا شدند و به زندگانی جاودانه رسیدند. آن سیمرغ در شور و اشتیاق و عشق نغمه وحدت سر دادند و دریافتند که گم شدن در سیمرغ یافتن خویشتن حقیقی است. آنگاه بر فراز کوه قاف بزرگترین راز را کشف کردند. هر کس خود سیمرغ است. اگر از خودبینی برهد و حقیقت را در آینه دل خویش بیابد.